به نام خدا. سلام. اگر در جلسه روان درمانی تحلیلی از سوی درمانگر یک توضیح یا تفسیری ارائه بشه و مراجع اون رو فراموش بکنه نباید نگران بود، چون اینجا کلاس درس نیست که قرار باشه مراجع چیزهایی رو به ذهن خودش بسپاره و در یک جلسه امتحان اونها رو ارائه بده. اینجا کار با ناخودآگاهه و این تفسیر و تعبیر در بخشی از ناخودآگاه مراجع قرار میگیره و در یک زمانی بروز پیدا خواهد کرد و اثر خودش رو خواهد گذاشت. موفق باشید.